فوتبال امشب یه بار دیگه به ما یادآوری کرد که حتی اسطوره هم نمیتونه از زمان فرار کنن. دیگه نمیبینیمش در جام جهانی، دیگه سیبوهاشو نخواهیم شنید. دیگه اون شادیه بعد از گلشو در جام‌های جهانی نمیبینیم و دلمون براش تنگ میشه. چه دوستش داشته باشیم، چه عاشقش باشیم، چه خوشمون نیاد ازش. کریستیانو رونالدو که سالهای سال جنگید، تلاش کرد، بلند شد، افتاد، موفق بود، جام گرفت، خسته نشد و حالا حداقل اینه که در جام جهانی دیگه نخواهیم دید. فوتبال امشب یه بار دیگه به ما یادآوری کرد که حتی اسطوره هم نمیتونه از زمان فرار کنن. دیگه نمیبینیمش در جام جهانی، دیگه سیبوهاشو نخواهیم شنید. دیگه اون شادیه بعد از گلشو در جام‌های جهانی نمیبینیم و دلمون براش تنگ میشه. چه دوستش داشته باشیم، چه عاشقش باشیم، چه خوشمون نیاد ازش. کریستیانو رونالدو که سالهای سال جنگید، تلاش کرد، بلند شد، افتاد، موفق بود، جام گرفت، خسته نشد و حالا حداقل اینه که در جام جهانی دیگه نخواهیم دید.